به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. معرفی برند گوچی. کتاب خانه گوچی نوشته سارا گی فوردن هستش و ترجمه نیکی فرهوی هست. نشر شما این کتاب رو در سال 1400 چاپ اولش رو در تهران منتشر کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا معرفی کوتاهی در مورد این کتاب رو برای شما میخونم و سپس در مورد نویسنده این کتاب یک مقدمه خیلی کوتاه هستش و سپس با هم کتاب رو ورق میزنیم. کتاب گوچی درام خانوادگی جذاب است و داستان عاشقانه هرگز گفته نشده حول ظهور و سقوط آلدو گوچی. آلدو گوچی فقید، مردی که مسئول ساخت این برچسب افسانه‌ای مد به قدرت امروزی است. همانطور که دخترش گفته است، پاتریشیا گوچی در یک راز به دنیا آمد. فرزند عشقی که تولدش میتوانست برای پدرش آلدو گوچی تباهی داشته باشد. کتاب خانه گوچی از آغاز تا اوج در چند بخش در مورد کسب و کار مشهور گوچی که برندی ایتالیایی است توضیح داده است. نویسنده از افسونی که این برند در او ایجاد کرده سخن گفته است. بخشی از ماجرای گوچی از این قرار بوده است که در صبح روز 27 مارس 1995 میلادی ماوریتسیو گوچی وارث سلسله مد افسانه‌ای توسط یک مرد مسلح ناشناس و بر روی پله‌های دفترش کشته شد. 2 سال بعد رئیس پلیس میلان وارد کاخ مجلل همسر سابق ماوریتسیو پاتریزیا ریگیانی که مطبوعات او را بیوه سیاه مینامیدند شد و او را به خاطر قتل دستگیر کرد. آیا پاتریزیا شوهر سابقش را به این دلیل کشت که مخارج او به شدت خارج از کنترل بود؟ آیا او این کار را به این دلیل انجام داد که او در حال آماده شدن برای ازدواج با معشوقه خود بود؟ یا ممکن است پاتریزیا اصلا این کار را نکرده باشد؟ کتاب خانه گوچی قصه ای از زرق و برق و دسیسه است که به زیبایی نوشته شده، بی عیب و نقص تحقیق شده و مورد تحسین گسترده قرار گرفته است. روایت یک تراژدی دلخراش شخصی. نویسنده این کتاب سارا گی فوردن بیش از 15 سال صنعت مد ایتالیا را ارتقا داد. برندهای از جمله گوچی، آرمانی، ورساچه، پرادا و فراگامو را از آتلیه‌های خانوادگی به برندهای بزرگ تبدیل کرد. او اکنون در واشنگتن دی سی با بلومبرگ نیوز مستقر است و تیمی را رهبری می‌کند که چالش‌های پیش روی شرکت‌های فناوری بزرگ مانند آمازون، فیسبوک و گوگل را پوشش می‌دهد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. فصل اول. یک مرد. ساعت 8:30 صبح دوشنبه 27 مارس 1995 جوزپه اورانوتو مشغول جارو کردن برگ‌هایی بود که جلوی ساختمان شماره 20 خیابان ویا پالسرو ریخته بود. او هر روز ساعت 8 صبح به محل کارش می‌رسید. اولین وظیفه روزانه او باز کردن 2 در چوبی ورودی ساختمان بود. یک ساختمان مسکونی اداری 4 طبقه با معماری سبک رنسانس واقع در یکی از بهترین محله‌های شهر میلان. آن طرف خیابان لابلای درخت‌های بلند سرو و سپیدار تا جایی که چشم کار می‌کرد زمین‌های چمن صاف و تمیز پارک جیاردینی دیده می‌شد. سبز و آرام مثل تکه‌ای از بهشت میان شهر شلوغ و پر از دود میلان. روز قبل که تعطیل بود، باد گرمی در شهر وزید و
غبار و آلودگی را از هوا پاک کرد و برگ‌های خشک باقی مانده روی درخت‌ها را روی زمین ریخت. آن روز صبح اورانوتو وقتی رسید با عجله مشغول جارو کردن برگ‌ها شد تا قبل از اینکه رفت و آمدها به ساختمان شروع شود آنجا را تمیز کرده باشد. تعلیم‌های ارتش از او مردی منظم و مسئولیت پذیر ساخته بود و با این وجود آدم عبوس و افسرده هم نبود. با 51 سال سن همیشه تمیز و آراسته بود. سبیل‌های سفید و موهایش را که بیشتر آن ریخته بود مرتب اصلاح می‌کرد. اهل کاستالداسیاس سیسیل بود و مثل خیلی‌های دیگر به دنبال کار و زندگی بهتر به شمال ایتالیا مهاجرت کرده بود. پس از 14 سال خدمت در ارتش به عنوان یک افسر درجه دار در سال 1980 بعد از بازنشستگی تصمیم گرفت در میلان بماند و در این سالها انواع و اقسام کارهای عجیب و غریب را انجام داده بود. از سال 1989 به عنوان نگهبان در ساختمان ویا پالسرو مشغول به کار شده بود و هر روز با یک موتور اسکوتر کوچک از آپارتمانش در شمال میلان به محل کارش می آمد. آرام، مهربان و خجالتی بود. چشمهای آبی روشن و لبخند شیرینی داشت. اورانوتو 6 پله گرانیتی قرمز و براق جلوی ساختمان و در ورودی بزرگ و شیشه ها و کف سنگی سالن ورودی را از تمیزی برق انداخته بود. او گوشه سالن ورودی یک اتاقک شیشه‌ای و یک میز و صندلی داشت، اما به ندرت پیش می آمد که در آن بنشیند و ترجیح میداد مدام سر خودش را با کاری گرم کند. اورانوتو هیچ وقت در میلان آرامش را تجربه نکرده بود، چون فقط کار میکرد و دیگر هیچ. او از تبعیضی که بیشتر شمالی های ایتالیا نسبت به جنوبی ها قائل می شدند دل خوشی نداشت و در این مورد با کوچکترین اشاره‌ای سریع از کوره در می رفت. کم پیش می آمد که جواب کسی را بدهد و همانطور که در ارتش آموزش دیده بود از بالا دستهای خود اطاعت می کرد، اما هیچگاه گردنش را جلوی کسی کج نمی کرد. اورانوتو عقیده داشت من هم درست به اندازه کسی که کنارم ایستاده لایق احترام هستم، می‌خواهد ثروتمند باشد یا مشهور و یا هر چیز دیگر. همانطور که مشغول جارو کردن بود سرش را بلند کرد و نگاهش به مردی افتاد که آن طرف خیابان ایستاده بود. صبح که داشت در چوبی ساختمان را باز می‌کرد هم او را آن طرف خیابان دیده بود. مرد پشت یک ماشین سبز کوچک ایستاده بود. خیابان ویا پالسترو در میلان جزو معدود جاهایی بود که میشد در آن جای پارک ماشین پیدا کرد و معمولاً ماشین‌ها به شکل اوریب و رو به جدول کنار هم پارک می‌کردند. اما هنوز صبح زود بود و به جز ماشین سبز ماشین دیگری در خیابان دیده نمی‌شد. بلاک ماشین توجه اورانوتو را به خودش جلب کرد. آنقدر پایین نصب شده بود که تقریباً به زمین گیر می‌کرد. با خودش فکر کرد آن مرد این وقت صبح اینجا چه کار دارد؟ صورت تمیز و اصلاح شده و سر و وضع مرتبی داشت. یک پالتو شیک قهوه‌ای روشن به تن داشت. نگاهش به سر خیابان مشغول شده بود. انگار که منتظر کسی باشد. اورانوتو دستی به سر کچلش کشید و با حسرت به موهای پرپشت و سیاه مرد فکر کرد. از جولای 1993 که یک بمب در خیابان منفجر شد، اورانوتو بیشتر از قبل حواسش جمع بود. موج انفجار تمام شهر را لرزاند. یک ماشین پر از دینامیت کنار خیابان منفجر شد و 5 نفر کشته شدند و از ساختمان موزه هنرهای مدرن ایتالیا تلی از سیمان و تیراهن و خاک به جا ماند. همان شب بمب دیگری در روم منفجر شد و به کلیسای سن جورجیو ولابرو آسیب رساند. کمی بعدتر این دو انفجار را به بمبگذاری دیگری که پیش از آن در ویا
دی جورجیوفیلی فلورانس رخ داده بود و 5 کشته و 30 زخمی به جا گذاشته و به ده‌ها اثر هنری که در ساختمان بالای محل انفجار بود آسیب زده بود ارتباط دادند. بعدها مشخص شد که این بمبگذاری‌ها به رئیس یک باند مافیایی اهل سیسیل ربط دارد. سالواتوره رینا مشهور به توتو که همان سال به جرم قتل جیوانی فالکونه قاضی پرونده بزرگترین باند مافیایی ایتالیا دستگیر شده بود. رینا به تلافی دستگیریش دستور بمبگذاری در چند بنای تاریخی و فرهنگی مهم ایتالیا را داده بود. کمی بعدتر او را به جرم قتل فالکونه و بمبگذاری به 2 بار اعدام محکوم کردند. دیگوس پلیس سیاسی ایتالیا که وظیفه اقدام ویژه علیه تروریسم را دارد از تمام دربانها و نگهبانهای آن منطقه بازجویی کرد. اوناروتو با آنها گفت که همان روز یک ماشین ون مشکوک را جلوی یکی از درهای ورودی پارک دیده. از آن روز به بعد یک دفترچه کوچک در اتاقکش گذاشت و هر موردی که به نظرش مشکوک می‌رسید را در آن یادداشت می‌کرد. اوناروتو به یکی از دوستان ارتشی‌اش که گاهی به او سر می‌زد و با هم قهوه می‌خوردند می‌گفت ما حکم چشم و گوش این محله را داریم. ما می‌دانیم چه کسانی می‌آیند و می‌روند، پس باید حواسمان باشد. اوناروتو رویش را برگردان و یک لنگ در را بست تا پشت آن را جارو کند. در حالی که پشتش به خیابان بود و در را نیمه باز نگه داشته بود، صدای قدم‌های سریع و به دنبال آن صدای آشنای مردی به گوشش رسید که به او گفتند صبح بخیر. اوناروتو برگشت و ماوریسیو گوچی را دید که مثل همیشه سرحال و پر انرژی از پله‌های ورودی ساختمان بالا می آمد. دفتر کار او در طبقه اول ساختمان بود. پالتوی پشم شتری که روی دوشش انداخته بود در هوا تاب می‌خورد. اوناروتو برای او دست تکان داد و با لبخند جواب داد صبح بخیر دکتر. اوناروتو می‌دانست که ماوریسیو گوچی عضوی از خانواده بزرگ و مشهور گوچی اهل فلورانس است که بنیانگذار یک شرکت تجاری لوکس به همین نام هستند. در ایتالیا نام گوچی همواره یادآور مد و آراستگی بود. ایتالیایی‌ها به صنعتگری و خلاقیت خود می‌بالیدند و نام گوچی در کنار فراگامو و بولگاری همیشه می‌درخشید و نماد کیفیت و مهارت بود. ایتالیا طراح‌های بزرگی را به دنیا معرفی کرده بود، از جمله جورجیو آرمانی و ورساچه، اما نام گوچی به نسل‌ها قبل برمیگشت. پیش از آنکه طراحان بزرگ دیگر به دنیا بیایند، ماوریسیو گوچی آخرین عضو از خانواده گوچی بود که در این کمپانی کار کرد. او 2 سال پیش کمپانی را به شرکای خود واگذار کرد و آنها تصمیم داشتند که آن را به یک شرکت سهامی عام تبدیل کنند. ماوریسیو گوچی دیگر هیچ نقشی در کمپانی گوچی نداشت و در بهار سال 1994 دفتر شخصیش را در ویا پالترو راه اندازی کرد. گوچی همان حوالی در ساختمانی مجلل واقع در کورسو ونزیا زندگی می‌کرد و هر روز صبح پیاده به دفتر کارش می‌آمد و معمولاً بین ساعت 8 تا 8:30 می‌رسید. بعضی روزها قبل از آمدن اوناروتو در چوبی را با کلید خودش باز می‌کرد و می‌رفت بالا. اوناروتو گاهی اوقات با حسرت فکر می‌کرد که چه می‌شد اگر جای گوچی بود. او یک مرد جوان جذاب و پولدار بود که یک دوست دختر قد بلند و خوش هیکل و موطلایی داشت. دختر در طراحی دکوراسیون دفتر گوچی و چیدن وسایل آنتیک، مبل و صندلی‌های شیک و خوش‌ساخت، پرده‌های خوش آب و رنگ زیبا و تابلوهای نقاشی ارزشمند به او کمک کرده بود. او معمولاً در ساعت نهار به دیدن گوچی می‌آمد با یک کت و دامن شنل و کلاه شیک روی موهای طلایی‌اش. از نظر اوناروتو آن 2 یک زوج همه چیز تمام بودند که زندگی فوق‌العاده‌ای داشتند. وقتی ماوریسیو به بالای پله‌ها رسید و داشت وارد ساختمان می‌شد، اوناروتو مرد مومشکی را دید که به طرف ساختمان آمد. فوراً فهمید که مرد منتظر گوچی بوده است و با خودش فکر کرد که
چرا بالای پله ها روی پادری قهوه‌ای رنگ ایستاده و جلوتر نمی رود؟ گوچی متوجه نشد که مرد پشت سر او وارد ساختمان شد. مرد هم او را صدا نکرد. اوناروتو با چشمان خودش دید که مرد با یک دست لبه پالتویش را کنار زد و با دست دیگر یک اسلحه بیرون آورد. دستش را صاف بالا برد و به طرف ماوریسیو گوچی که پشتش به او بود نشانه گرفت و شروع به شلیک کرد. اوناروتو جارو به دست و بهت زده در فاصله نه چندان دور از آن دو خشکش زده بود و توان اینکه جلوی مرد را بگیرد نداشت. اوناروتو صدای 3 شلیک خفه پیاپی را شنید. با وحشت فقط نگاه میکرد. اولین گلوله به کمر گوچی و دومین گلوله درست به شانه چپ او خورد. با برخورد هر گلوله گوچی در پالتوی شتریش به رعشه میافتاد. اوناروتو با خودش فکر کرد که این اصلا شبیه به صحنه تیر خوردن آدم‌ها در فیلم‌ها نیست. گوچی متحیر و گیج برگشت و به مرد مسلح نگاه کرد. از نگاهش معلوم بود که او را نمی‌شناسد. سپس به اوناروتو که پشت سر مرد ایستاده بود نگاه کرد. انگار با چشمانش ملتمسانه از اوناروتو می‌پرسید چرا این اتفاق برای من افتاد؟ گلوله سوم به بازوی راست گوچی برخورد کرد. وقتی گوچی با ناله به زمین افتاد، مرد مسلح تیر خلاص را درست وسط پیشانی او شلیک کرد. چرخید تا برود. نگاه بسیار کوتاهی به اوناروتو که وحشت زده به او خیره شده بود انداخت و ابروهای سیاه پرپشتش را با تعجب بالا برد. انگار که تازه متوجه حضور اوناروتو در صحنه قتل شده بود. مرد هنوز اسلحه را پایین نبرده بود و حالا آن را مستقیم به سمت اوناروتو نشانه گرفت. اوناروتو به نوک اسلحه که یک صدا خفه کن به آن وصل بود خیره شد. سپس نگاهش به دست تمیز و ناخن‌های مانیکور شده مرد که اسلحه را گرفته بود افتاد. برای چند لحظه که به اندازه یک عمر گذشت، اوناروتو در چشم‌های او نگاه کرد. سپس صدای خودش را شنید که با التماس به او میگفت نه. گریه‌اش گرفته بود و تمام بدنش از ترس جمع شده بود. دست چپش را بالا برد. انگار می‌خواست به او بگوید من بیگناهم. مرد مسلح 2 گلوله به سمت اوناروتو شلیک کرد. برگشت و با عجله از ساختمان خارج شد. اوناروتو صدای جیرینگ پوکه که روی سنگ گرانیت غلتید را شنید. با خودش فکر کرد خوبه، اصلا درد نداشت. نمیدونستم تیر خوردن اینقدر راحت و بی‌درده. در دلش گفت لحظه مرگ من فرا رسیده، اما چه مرگ ناعادلانه‌ای نصیبم شد. چند دقیقه بعد صدای آژیر به گوشش خورد که نزدیک و نزدیکتر میشد و بعد از آن صدای ترمز ماشین پلیس جلوی ساختمان شماره 20 ویا پالسترو. 4 پلیس مسلح از ماشین پیاده شدند. اوناروتو که روی پله اول نشسته بود ناله کنان به پلیس‌ها که با عجله به طرفش می آمدن گفت یک مرد با اسلحه بود. لکه‌های قرمز خون روی در و دیوارهای سفید ورودی ساختمان، جایی که ماوریسیو روی زمین افتاده بود، شبیه به یک اثر نقاشی از جکسون پولاک شده بود. بوکه‌ها روی زمین این طرف و آن طرف افتاده بود. صاحب یک دکه در پارک آن طرف خیابان صدای فریادهای اوناروتو را شنیده و فوراً به پلیس زنگ زده بود. اوناروتو که دست چپش بیجان و آویزان بود با دست راست ماوریسیو را که بی حرکت روی زمین افتاده بود نشان داد و به افسر پلیس گفت کسی که اونجا افتاده دکتر گوچیه، مرده. یکی از افسران پلیس کنار ماوریسیو روی زمین زانو زد و انگشتانش را روی گردن او گذاشت و وقتی دید هیچ نشانه‌ای از حیات در او وجود ندارد سرش را تکان داد. فابیو فرانکینی وکیل ماوریسیو که آن روز صبح با او قرار داشت چند دقیقه بعد از راه رسید. روی زمین کنار جسد ماوریسیو چنباتمه زد و تا 4 ساعت بعد که افسران پلیس و پزشکان کارشان را انجام می‌دادند از آنجا تکان نخورد. وقتی ماشین آمبولانس و چند ماشین پلیس دیگر از راه رسیدند کم کم عده‌ای از سر کنجکاوی برای تماشا جلوی ساختمان جمع شدند. پزشکا فوراً سراغ اوناروتو رفتند و پیش از رسیدن کارآگاهان بررسی صحنه قتل او را سوار ماشین آمبولانس کردند. جیان کارلو تولیاتی افسر پلیس لاغر و قد بلندی که 12 سال
سابقه بازرسی صحنه قتل را داشت. شروع به بررسی جسد ماوریسیو کرد. در چند سال گذشته کار اصلی او رسیدگی به پرونده‌های قتل میان گروه‌های متخاصم اهل آلبانی بود که به میلان مهاجرت کرده بودند. این اولین مورد قتلی بود که بین افراد عالی رتبه شهر رخ میداد. در مرکز شهر روزی نبود که یک کاسب یا تاجر بانفوذ خونش ریخته شود. تولیاتی روی جسد خم شد و پرسید مقتول کیه؟ یکی از همکارانش پاسخ داد ماوریسیو گوچی. تولیاتی سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. لبخند شیطنت‌آمیزی زد و با طعنه گفت باشه، من هم والنتینو هستم. والنتینو نام یک طراح مد اهل روم بود که موهای مشکی و پوست برنزه داشت. او و گوچی در فلورانس در تولید محصولات چرمی با هم همکاری داشتند، اما حالا دفتر کار گوچی فلورانسی در میلان چه می‌کند؟ بعدها تولیاتی گفت او برای من یک جسد بود، مثل بقیه جسدها. تولیاتی به آرامی تکه‌های روزنامه خونالودی را که در دست بیجان ماوریسیو مچاله شده بود بیرون کشید و ساعت مچی تیفانیش را از دستش باز کرد. ساعت هنوز تیک تیک می‌کرد. با دقت شروع به گشتن جیب‌های ماوریسیو کرد که بازرس کارلو نوترینو از راه رسید. صحنه قتل کم کم داشت شلوغ می‌شد. عکاس‌ها و خبرنگارها برای اینکه خودشان را به پزشک‌ها و افسران پلیس برسانند همدیگر را هول می‌دادند. فرقی نداشت کارابینیری پلیس نظامی باشد یا پلیس ملی. ایتالیا 3 نیروی پلیس مختلف برای اجرای قانون دارد: پلیس نظامی، پلیس مالی و پلیس ملی ایتالیا. نوترینو که نگران بود شاهد اصلی این حادثه بین آن همه قیل و قال از دست برود پرسید که ابتدا کدام یک از این نیروها در صحنه حاضر شدند؟ در قانون ایتالیا طبق یک اصل نانوشته هر کدام از این 3 نیرو که ابتدا در صحنه یک قتل حاضر شده باشند مسئولیت کل پرونده را به عهده خواهند گرفت. هنگامی که مشخص شد ابتدا کارابینری در صحنه حاضر شده است، نوترینو دستور داد که فوراً نیروهای پلیس ملی را مرخص کرده و 2 در ورودی رو به سالن را ببندند. پیاده‌روی جلوی ساختمان را غرق کردند تا مردمی که برای تماشا جمع شده بودند را از صحنه دور نگه دارند. نوترینو از پله‌های ورودی ساختمان بالا رفت و خودش را به تولیاتی که مشغول بررسی جسد ماوریسیو گوچی بود رساند. نوترینو و کاراگاهان عقیده داشتند که نحوه شلیک گلوله به پیشانی ماوریسیو شبیه به تکنیک گروه‌های مافیایی بوده است. پوست و موی اطراف جای گلوله تماما سوخته بود و این نشان دهنده شلیک از فاصله خیلی نزدیک بود. نوترینو جای گلوله و 6 پوکه‌ای که به زمین افتاده بود و تیم کاراگاهان با گشت دور آنها خط کشیده بودند را بررسی کرد و گفت این کار یک قاتل حرفه‌ای است. آنتونلو پوچیول دستیار تولیاتی هم تاکید کرد که تیر خلاص به روش کلاسیک شلیک شده است، اما هنوز شک و شبهه‌هایی وجود داشتند. تعداد زیادی گلوله شلیک شده بود. 2 نفری که شاهد صحنه قتل بودند، اوناروتو و زن جوانی که قاتل هنگام فرار از ساختمان با او برخورد کرده بود، هر دو زنده مانده بودند و اینها باعث میشد فرضیه‌ای که قتل توسط یک قاتل حرفه‌ای صورت گرفته که با شلیک تیر خلاص به روش کلاسیک صحنه قتل را ترک کرده کمرنگ شود. 1 ساعت و نیم طول کشید تا تولیاتی جسد ماوریسیو را بررسی کند. اما بررسی تمام جزئیات زندگی ماوریسیو 3 سال به طول انجامید. تولیاتی بعدها گفت ماوریسیو گوچی اساساً برای ما شناخته شده بود و ما میبایست زندگی او را مثل یک کتاب در دست میگرفتیم و میخواندیم. برای اینکه ماوریسیو گوچی و خانواده بزرگ گوچی را بهتر بشناسیم شاید بد نباشد که ابتدا در مورد خلق و خوی مردم توسکانی ایتالیا بیشتر بدانیم. برخلاف امیلیان‌های خوشرو و با محبت، لومباردهای خشک و عبوس و رومی‌های شلخته و بی‌نظم، توسکان‌ها متکبر و فردگرا هستند.
آنها اعتقاد دارند که توسکانی سرچشمه فرهنگ و هنر ایتالیاست. از اینکه در پیدایش زبان ایتالیایی مدرن نقش داشتند به خود می‌بالند و بیشتر آن را مدیون دانته آلیگری می‌دانند. بعضی‌ها آنها را فرانسوی‌های ایتالیا می‌نامند، مغرور، خودکفا، بی‌نیاز و غریب نواز. کورسیو مالاپارته، نویسنده ایتالیایی، در کتاب توسکان‌های جهنمی مفصل در مورد آنها نوشته است. دانته در کمدی الهی فیلیپو ارجنتی را یک فلورانسی نامانوس می‌نامد. این فلورانسی و یا توسکان غریب و نامانوس می‌تواند زبان نیشداری داشته باشد و برای حاضر جوابی و کنایه زدن همیشه آماده است. درست مثل روبرتو بنینی، برنده اسکار در فیلم زندگی زیباست. در سال 1977 خبرنگار مجله شهر و روستا در مصاحبه‌ای از روبرتو گوچی پسر عموی ماوریسیو پرسید که آیا این امکان وجود داشت که کمپانی گوچی در نقطه دیگری از ایتالیا شکل بگیرد. روبرتو متعجب به او نگاه کرد و سپس سر خبرنگار فریاد کشید. به او گفت مثل این میماند که بگویی شراب چیانتی از شهر لومباردی میآید، آن وقت دیگر شراب چیانتی نیست. به همین دلیل گوچی نمیتواند غیر از این باشد. نعره کشید و دستانش را در هوا تکان داد و گفت چطور ممکنه چیزی که ما هستیم از فلورانس نیامده باشد؟ خون طبقه مرفه تاجران اصیل فلورانسی در رگ‌های گوچی‌ها جریان داشت. در سال 1293 فلورانس به فرمان دیوان عالی کشور به عنوان یک حکومت جمهوری مستقل شناخته شد. بیش از آن که قدرت به دست خاندان مدیچی بیفتد، شهر فلورانس توسط یک گروه اصناف اداره می‌شد. 21 نفر تاجر و صنعتگر که نام آنها را امروز روی خیابان‌ها گذاشتند و به نام ویا کالازاولی، کفاش و یا کارتولای فروشنده نوشت افزار و یا تیستوری نساج و خیلی های دیگر، گرگوریو داتی تاجر ابریشم دوره رنسانس جایی نوشته بود اگر یک فلورانسی تاجر نباشد، سفر نکرده و دنیا و آدمها را ندیده باشد و با دست پر از ثروت به فلورانس برنگشته باشد، قدر خودش را ندانستد. تاجران فلورانسی مال و ثروت را شریف می‌دانستند و عقیده داشتند که باید دین خود را ادا کنند. در ساخت ساختمان‌های مجلل سرمایه‌گذاری می‌کردند، در خانه‌های باشکوه با باغ‌های بزرگ زندگی می‌کردند و از نقاش‌ها و مجسمه‌سازها و شاعران و موسیقیدان‌ها حمایت می‌کردند. عشق به زیبایی و شکوه حتی در دوران جنگ و طاعون و سیل و تحولات سیاسی هم در آنها ادامه داشت. از جیوتو و میکلانج گرفته تا هنرمندانی که امروزه در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، میوه هنر امروز را تاجران فلورانسی در آن زمان پرورش داده بودند. آلدو گوچی، عموی ماوریسیو، به شوخی میگوید از هر 10 فلورانسی 9 تای آنها تاجر هستند و نفر دهم حتما یک کشیش است. و در ادامه میگوید گوچی در فلورانس حکم جانی واکر در اسکاتلند را دارد. هیچ کس نمیتواند به یک فلورانسی درس تجارت و هنر بدهد. ما گوچی ها از سال 1410 تاجر بوده ایم. وقتی از گوچی حرف میزنی نمیتوانی آن را با فروشگاه های میسیز مقایسه کنی. گوچیو سخت کار میکرد و دستمزد کمی میگرفت، اما خیلی زود چیزهایی یاد گرفت و تجربه هایی کسب کرد که زندگی او را تغییر داد. زمان زیادی نگذشت که گوچیو متوجه شد وسایل آدم‌هایی که به هتل رفت و آمد می‌کنند میزان دارایی و سلیقه آنها را نشان می‌دهد. براز آن در چمدان‌هایی است که باربرها در راهروهای دراز فرش شده هتل این طرف و آن طرف یا با آسانسور بالا و پایین می‌برند. چرم برای او آشنا بود. از زمان جوانیش در کارگاه‌های فلورانس با آن سر و کار داشت. هنگامی که گوچیو کارش را در هتل ساوی ترک کرد، به گفته پسرانش در کمپانی اروپایی واگنزلی
تولید کننده واگن‌های قطار تخت خوابدار کار جدیدی پیدا کرد و با قطار به سرتاسر اروپا سفر کرد. او مدام با مسافران ثروتمند و خدم و حشم و بار و چمدان‌های همراهشان در ارتباط بود تا اینکه 4 سال بعد با پولی که پس‌انداز کرده بود به فلورانس برگشت. به خانه که برگشت عاشق آیدا کالولی شد، دختر خیاطی که با خانواده‌اش در همسایگی آنها زندگی می‌کرد. آیدا یک پسر 4 ساله به نام اوگو داشت که حاصل عشق او با مردی بود که به مرض سل مبتلا شده بود و نتوانسته بودند با هم ازدواج کنند. گوچیو در 20 اکتبر 1902 تقریباً 1 سال بعد از بازگشتش به ایتالیا با آیدا ازدواج کرد و اوگو را به فرزندی قبول کرد. گوچیو 21 ساله بود و آیدا 24 ساله. در زمان ازدواجشان آیدا اولین دخترشان گریمالدا را باردار بود که 3 ماه بعد به دنیا آمد. آیدا 4 فرزند دیگر هم به دنیا آورد که یکی از آنها به نام انزو در کودکی از دنیا رفت. 3 فرزند دیگر هر 3 پسر بودند. آلدو در سال 1905، واسکو در سال 1907 و رادولفو در سال 1912 به دنیا آمدند. گوچیو در ایتالیا ابتدا در یک مغازه عتیقه فروشی کار پیدا کرد. بعد از آن در یک کارخانه چرم مشغول به کار شد و همانجا قبل از آن که پیشرفت کند و به درجه مدیریت برسد راه و رسم تجارت را یاد گرفت. با شروع جنگ جهانی اول گوچیو مردی 33 ساله بود با یک خانواده پرجمعیت. جنگ که تمام شد گوچیو در شرکت تولید کالاهای چرمی فرنزی در فلورانس مشغول به کار شد. آنجا بود که یاد گرفت چطور چرم طبیعی خام اعلی را انتخاب و آن را عمل آوری و دباغی کند. او همچنین کار کردن با انواع و درجات مختلف چرم را هم یاد گرفت. طولی نکشید که گوچیو مدیر کمپانی فرنزی در شهر روم شد. آیدا با رفتن به روم مخالف بود و به همین دلیل گوچیو به تنهایی راهی روم شد و آیدا و بچه‌ها در فلورانس ماندند. گوچیو آخر هفته‌ها به دیدن خانواده‌اش می‌رفت. او دلش می‌خواست در فلورانس کسب و کار خودش را راه بیندازد و برای مشتری‌هایی کار کند که تولیدات چرمی خوب و با کیفیت را می‌شناسند. در سال 1921 یک روز گوچیو و آیدا برای گردش و قدم زدن از خانهشان در فلورانس بیرون رفته بودند که در یک خیابان فرعی باریک به نام ویا دلا وینیا نئووا چشمشان به مغازه کوچکی افتاد که آن را برای اجاره گذاشته بودند. گوچیو و آیدا مدت‌ها با هم بر سر اینکه چقدر امکان دارد بتوانند آن مغازه را اجاره کنند بحث داشتند تا اینکه سرانجام به کمک پولی که گوچیو پس انداز کرده بود و مقداری پول که از یکی از آشنایان قرض گرفتند اولین کمپانی گوچی را با نام والجیریا گوچیو گوچی که بعدها در سال 1921 به کمپانی شخصی گوچیو گوچی تغییر یافت تأسیس کردند. نزدیک بودن به خیابان ویا تورو ناوونی یکی از لوکس‌ترین خیابان‌های فلورانس مکان خوبی برای جلب مشتری‌هایی بود که گوچیو انتظارش را داشت. بین قرن‌های 15 و 17 عده‌ای از خانواده‌های اشرافی و ثروتمند فلورانس شروع به ساخت ساختمان‌های مجلل در خیابان ویا تورناوونی کردند و این مسئله باعث شد که در سال 1800 و بعد از آن کم کم رستوران‌ها و مغازه‌های شیک و لوکس در اطراف این ساختمان‌ها باز شود. کافه جیاکوسا که هنوز هم دایر است در سال 1815 در آن منطقه افتتاح شد و برای مشتری‌های شیک و مدروز نان و شیرینی و نوشیدنی‌های خانگی درجه 1 سرو می‌کرد. از آنجا که این کافه میزبان خانواده سلطنتی ایتالیا بود برای اولین بار نوشیدنی کوکتل نگرونی را به نام شخص کند نگرونی که مشتری پروپا قرص آنها بود در منوی خود قرار داد. در سال 1837 درست روبروی مغازه‌ای که بعدها گوچی آن را گرفت رستوران دونی افتتاح شد. این رستوران میزبان خانواده‌های اشرافی فلورانس و بیشتر پاتوق خانم‌ها بود. کنار آن گلفروشی مرکاتلی بود که خانواده‌های ثروتمند فلورانس مشتری آن بودند. بقیه مغازه‌ها امروزه همچنان مشغول به کار هستند، مثل
روبلی که پارچه‌های ونیزی اعلی می‌فروشد. عطرفروشی انگلس و یا انگلس و پروکاچی که به ساندویچ‌های لذیذ و هوس‌انگیز معروف است. مسافرهای اروپایی ثروتمند معمولاً در هتل آلبرگو لاندرس اقامت می‌کردند تا به آژانس مسافرتی توماس کوک و پسران که در ویادل پریونه بود نزدیک باشند. در ابتدا گوچیو تولیدات چرمی درجه یک و با کیفیت را از تولید کننده های توسکانی و همینطور آلمانی و انگلیسی خریداری میکرد و به توریست هایی که آن زمان دسته دسته به فلورانس میرفتند میفروخت. او میگشت و کیف ها و چمدان های محکم و خوش‌ساخت را به قیمت مناسب میخرید. اگر چیزی که مد نظرش بود را پیدا نمیکرد سفارش میداد تا آن را به طور ویژه برای او بسازند. خودش علاقه زیادی به زیبایی و خوشپوشی داشت و همیشه بهترین پیراهن‌ها و تمیزترین و خوش‌دوخترین کت و شلوارها را می‌پوشید. پسرش آلدو درباره او می‌گوید پدرم بسیار خوش سلیقه بود و همه ما این را از او به ارث برده‌ایم. سلیقه او در تک تک اجناسی که می‌فروخت نقش داشت. گوچیو پشت مغازه کارگاه کوچکی راه اندازی کرد تا بتواند خودش هم اجناس چرمی تولید کند و در کنار اجناس وارداتی مغازه‌اش به فروش برساند. همچنین شروع به پذیرفتن کار تعمیر کرد که سود خوبی برایش داشت. چند کارگر محلی استخدام کرد و کم کم اسمش به عنوان ارائه خدمات و تولید محصولات مطمئن و با کیفیت گل کرد. چند سال بعد گوچیو توانست کارگاه بزرگتری درست روبروی میکلانجلو سانتا ترینتیا دایر کند. گوچیو 60 نفر کارگر داشت و برای رسیدگی به سفارش‌ها که روز به روز تعدادشان بیشتر میشد گاهی اوقات لازم میشد تا آخر شب در کارگاه بمانند و کار کنند. خب من تمام تلاشم رو کردم که بتونم فصل اول این کتاب رو تمام کنم، ولی متاسفانه فصل اولش طولانی هستش، بعد دیگه خارج از این وایس هستش. امیدوارم که اگر از این کتاب خوشتون اومده و به دونستن بقیه نکات و زندگی نامه این برند علاقه دارید حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.